خانم ببخشید میتونم وقتتون رو بگیرم؟ برو بابا شانس ما رو نگاه. خانم ببخشید. فکر کنم که منم ازت خوشم اومده. جدی؟ آره. خب بشین بریم. واسه ببینم ماشین تو اینه؟ آره دیگه. ما فکر کردم مثلا این کلیپا یارو راننده تو هم داری منو تست میکنی. نه بابا ماشین من همینه دیگه. یعنی با این شرایط کنسله؟ نه بابا مگه دیوانه؟ برو نت کاره. خودتی که با اینکه بازیو میدونستی بازم توش رد شدی زرنگ. به خدا از اول ازت خوشم میومد. یه فرصت دیگه بهم بده. باشه بشین. چرا گفتی ماشین مال خودم نیست؟ خب چون واقعا مال خودم نیست. مال منه. برو بابا اسکول کردی؟ بابا شوخی کردم بشین. چرا منو اذیت میکنی؟ حالا شغلت چیه؟ شغلم بریم بهت بگم. اینجا همش مال خودته؟ من اسمشو خیلی شنیدم. بله پس چی بریم با کارم بیشتر آشنا شیم. یکم بیشتر از کارتون بهم میگی؟ من برم چای میارم آقا یوسفی بهت توضیح میده. ما بزرگترین مرکز فروش رگال و مانکن خیاطی در شرق کشوریم و چون تولید کننده ایم رگال از 390 تومن و مانکن خیاطی اتوپر سوزنخور از 1,200,000 داریم. بفرمایید. بابا دمت گرم همچین مجموعه‌ای داری باز خودت چای میریزی؟ آره آخه همیشه آقا یوسفی میگه تو بهترین چای‌ها رو میریزی خیلی خوش رنگ میشه. آقا یوسفی میگه؟ آره من سابکارش. بله سابکارمه. تو اینجا آبدارچی؟ آره اینجا آبدارچی هم راننده آقام بودم.